سلام بینندگان گرامی و مخلصان همیشگی برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت. در برنامه امروزه تصمیم گرفتیم که نسبت طبابت گلوگیاهی علتهای گرده از نظر علمی و از نگاه متخصص صحبت داشته باشیم. قبل از آن که برنامه رو آغاز کنیم یادرس می‌شویم که در ارگانیسم ما شما همه عضوها اساس هستند. بینایی چشم، شنوایی گوش، البته یعنی حرف زدن، لمسی و عصب و شوش و جگر و دل که اساس است و گرده ها. اصلا عضو یعنی گرده ها به عضوهای پیشاب حاصل کننده داخل می شوند. با عضوهای پیشاب حاصل کننده گرده ها که دو گرده داریم و حجم اون یعنی بعضی متخصصان میگن که با گوشهای آدم برابر است، بعضی میگن که با دو مشت برابر است و نیچه های پیشاب رونده و چطور چی نمیگن و پیشابدان که در اونجا ذخیره شده پیشاب ما البته به بیرون میبراید. برنامه ما کوشش میکنیم که از دو قسم عبارت باشد. قسم اولی برنامه آناتومی، فیزیولوژی و درد و علتهای گرده و قسم دوم طبابت گلوگیاهی. علما خوب اثبات کردن که ما اگر گرده های ما فعالیت نکنند ما از 3 روز زیاد زنده نمیمونیم، چون که 5-6 لیتر خونه که بیننده گرامی ما در وجود داره در یک شبانه روز در 24 ساعت توسط گرده ها همین قدر چرخ زده تازه می شوند که گرده اصلا فیلتر است، فیلتر بیولوژی است. جگری که مثلا 1.5 کیلوگرم وزن دارد و در 1 دقیقه 1.5 لیتر خون رو تازه میکند، در یک شبانه روز 2 تن خون تازه میکند. ولی از ترکیب خون ما که توسط گرده ها در یک شبانه روز گذشته تازه می شود، پیرویش نفتریش نمچه پیشاب یکم و دوم حاصل می شود، 180 تا 200 لیتر رو تشکیل می دهد. یعنی در یک شبانه روز 180 لیتر خون رو تازه می کند و در حقیقت فونکسیون نهایت مرکب دارد و گرده های ما فیلتر است. ما اگر بیننده گرامی جایی که فیلتر لازم است برای آب رو تازه کردن داشته باشه، ما میبینیم که یکی حوض‌هایی که در شهرها هستند، اول در اون حوض‌ها توسط تکشین شوی فیلترها مخصوص آب رو تازه میکنن و بعد با یعنی کانال‌ها و با سیستم آبگذرانی شهر توسط ودپرودها به خانه‌های ما میآید. آن همون فیلترهایی که در اونجا هستند اونها شاید که 1 ماه یا خوب 2 ماه قوت میکنن، چون که افلاسی ها رو میگیرن، آب رو تازه میکنن، اونها افلاس میشن و اونها رو عوض میکنن. ولی گرده های ما که فیلتر بیولوژی است بیننده گرامی، ما گرده ها رو هیچ وقت عوض کردن نمیتوانیم، اونها رو احتیاط کردن در کار است. و اگر رفت و گرده ها الان فیلترهای گرده های ما یعنی افلاس شوند، گرده از کربن یا امیلویدوز میشوند، فونکسیون فیزیولوژی گرده نصف میشود. تنها 2 حالت هست. یکی دستگاه مخصوصی برقی هست که در 1 هفته 3 مرتبه 2 روز پس میرویم توسط 4 ساعت تازه میکنیم که دیالیز میگن، دستگاه دیالیزی. و دویم واریانت این ترانسپلانتاسیون ارگان است. ما یگان دونور میابیم و گرده رو عوض میکنیم. گرده اینقدر مرکب است. اگر نسبت ساخت آناتومی گرده از نظر علمی نگاه کنیم، البته گرده یعنی ارتریا دارد، وینا دارد و توسط پوچن ارتریا خونی که در ما حرکت میکند از 3 قسم عبارت است. از کپسول بالایی که سدینیت انتکان میگن و کارکوی و پدکارکوی سلوی میگن. همون داخل گرده با نفرون ها هست. یگانگی گرده هم نفرون است. اگر یگانگی نیرون ها شوره های عصب نیرون باشد که از 80 تا 100 میلیارد است، پس یگانگی گرده ها
نفرون ها است که 1 میلیون رو تشکیل میدن. در هر یک گرده 1 میلیون رو نفرون ها تشکیل میدن. وقتی که خون میرود توسط همون نفرون ها که اونجا یعنی کپسوله دارد، داخلی همون بالای نفرون ها خون حرکت میکنه، توزه میشد، اونجا 3-4 همون کپسوله ها است، یعنی خانچه های نفرونی است و توزه میشود، پرویچنی مچه حاصل میشود 100 لیتر مثلا در یک شبانه روز. و از اون 100 لیتر پیشابی که حاصل شد توسط گرمون پیشاب حاصل کننده، یعنی آنتی دیورت میگن وازاپرسین، ان همون گرمون از ترکیب همون گرده توزه کرده، یعنی خون رو با آب همون خون رو به ارگانیسم میتید و اونجا پروسسی بسیار عجیب است که вторичный مچه حاصل می شود، یعنی 1.5 لیتر پیشاب حاصل می شود و اون توسط یعنی روهای مخصوصی مچتوچنیک پیشابدون با پیشابدون جمع می شود و انا همون توزه شوی که توسط نفرون ها می شود، یعنی با لخنک جمع می شود مبین همون گروده و جمع شده، یعنی چکره چکیده با آهسته آهسته پیشابدون پر می شود. و برد و باخت ما شما بیننده گرامی اگر خواهیم که با علتهای گرده بیمار نشویم حتما آب نوشیدن لازم است. تصور کنید و خواهیم نخواهیم در طول 24 ساعت این پروسس دوام میکند، خون توزه می شود، از چنگ و غبار و افلاسی ها و چوب کسلته خون رو توزه میکند و فیلترهای ما آهسته آهسته علم اثبات میکند که از 40 ساله بالا گرده های ما 1% فونکسیون فیزیولوژیکشون سست میشود. تصور کنید که ما با شما 50 ساله شدیم، 10% فونکسیون فیزیولوژی گرده ما سست میشود. ما با 60 در آمدیم، 20% فونکسیون فیزیولوژی گرده سست میشود. اینجا فیلترها هم آهسته آهسته یعنی چنگ میگیرن، افلاس میشود. سینوسول هم خواه نخواه و 60-70 اگر در آمدیم تا 30% زیادتر 40% تا 80 فونکسیون فیزیولوژی گرده پس میشود. یعنی حالت فیلتراسیونی که خون رو توزه میکند کم میشود. پس چی میکند؟ پس تاکسین ها، زهر ها به خون میرود، چون که فیلتر اکنون چنگ گرفته است، قوتش نمیرسد. برای همین یکم دشمن اساسی گرده های ما شما بیننده گرامی آب خنک است. فراموش نکنید که به آب حیات نیست. ما باید 1.5 لیتر زیادتر توانیم تا 2 لیتر آب نوشیم. ما خواهیم نخواهیم باید آب نوشیم. چای، کولا، دیگر قهوه جای آب رو عوض نمیکنند. فراموش نکنید هیچگاه. و حتما باید آب شیرگرم باید ما نوشیم. سحر اگر خیسیم 2 استکان آب حتما باید نوشیم که گرده ها فیلتراسیون همون خوب شود و خون قفص نشود. تصور کنید وقتی که خون چون اصل قفص می شود چگونه از اون فیلترها میگذرد، چگونه از اون نفرون ها میگذرد، کلوبوچکا هستند، گلامیرولا میگن، از اونها چگونه میگذرد، مشکل می شود. برای همین آب شیرگرم نوشیدن در کار است. بعضا ما مردم تاجیک که یک عادت شرقیانه داریم، اگر مثلا ما تخم میخوریم سحر که سفیده دارد و ما چای می نوشیم که در اونجا مواد دباغی تنین دارد، مواد دباغی تنین دارد و وقتی ما تخم را استعمال میکنیم و چای را از بالا می نوشیم در معده ما سنگ می شود، اما سفیده سخت می شود. اینا دیناتوراسیون بلاک میگن، سخت می شود، هضمش مشکل می شود، او هضم هم نمی شود. ما یک کمبودی هم با همین است بیننده گرامی که تخم رو طوری پختنش رو رعایت نمیکنیم، اونو سخت میپزیم. هم ساختی سفیدوی خود سفیده تخم که 6-7 گرم سفیده دارد و هم زرده تخم که نهایت بوی است. اونجا ویتامین A دارد، E دارد، D دارد، روغن دارد، خب لوتئین زاکسنتین دارد که برای چشم و ردپسین های چشم رو خوب میکند. ببینید و ویتامین E رتینول استات دارد
ولی ما تخم رو هم سخت میپریم. این ممکن است. خب یک اسراری هم با شما میگم، اگر شما سحرها تخم نهایت غذای خوب برای سحر است، چون که سفیده دارد و 2 یا 3 تخم رو وقتی که آب میجوشد میاندازیم همگی 7 دقیقه بسیار نه 6 دقیقه نه 8 دقیقه. این البته تجربه علمی هستند. میگیریم خب در آب خنک البته میمونیم کمتر پوست کرده استعمال میکنیم که بهترین حالت فایده‌ناکی تخم همین است. خب بعضا سوال میتید بیننده گرامی که نسبت تخم خام چخیل است که بعضا ها مصلحت میتین که تخم خام استعمال کنید. و چون متخصص کسبی جواب میدیم که یکم که تخم خام یعنی سالمونلا دارد، کشش پالچکا میگن، درونش نه امون در پوچوقش، در پوست در پوچوقش وقتی که ما او رو میداریم اگر دست ها رو نشیم رفته و همون سالمونلا داشته باشد ما اشکمرا میشیم، کشش پالچکا ما نهایت اشکمرا سخت میشیم، بسیار خفناک هم است. و یکمش دویمش تخم خام میخوریم، اما سفیده که تخم است 50%ش اگر 7 گرم سفیده داشته باشد 3.5 گرمش هضم میشود. با این خاطر تخم خام رو مصلحت نمیتیم، ولی تخم الان نیم کلا چهل که 7 دقیقه گفتم استعمال کنیم بخوبه، ولی هیچ گاه بعد او چای نوشیدن رو مصلحت نمیتیم. او خرما میخورن که تمام ممکن است 1 ساعت پیش از تخم خوردن باید چای نوشیم یا که 1 ساعت بعد که اون هضم شود. و پیدایش علت‌های گرده اصلا از غذای ما شوری ممکن است که نمک داره، شوری بسیار 1 مولکول نمک 400 مولکول آب رو جمع میکنند، یعنی فشار بلند میشود. مقدار زیادی کلی بیننده گرامی که به کلی حیات هم نیست. کلی این مینرال هست که دیریژور است، موشک‌های دل ما رو همون فرمایش میتید. همون تبریکی بیننده گرامی برای جاغر ما یعنی که ایود لازم است و جاغر ما برای بدن ما دیریژور هست، این بسیار رولی مهم بازی میکند، یعنی غدود سپرشکل و در ارگانیسم مینرال کلی که برای ارگانیسم نهایت لازم است اگر از مقدار زیاد شود دل رو از کار میماند، آدم میفوتد. ببینید احتیاط کردن در کار است که موادهایی که کلی دارند و ریکارسمنت کلی کدام هست، برای لوبیا هست، نخود هست، بسیاری بعد استعمال کردن ممکن است، چون که استعمال زیادی لوبیا هم 400 گرم کفایه است. روده ها رو قبض می‌آورد، صدا پیدا می‌شود، کمی مشکلی هم پیدا می‌کند. به خاطر نفرانی که زخم معده و روده دارن و علت‌های روده قبض دارن استعمال مثلا لوبیایی که در برنامه قبلی گفتیم مصلحت می‌تیم که این برای گرده هم فایده دارد، یعنی البته که خوب فایده کلان دارد. و فسفر بیننده گرامی نسبت ما علت‌های گرده هم زده ایستادیم در قسمت اول برنامه‌مون. و مقدار زیادی فسفر هم کلسیم رو به خود میگیرد. حالا که فسفر سیستم تقویت حرکت رو، استخوان‌ها رو سخت میکند، دندان‌ها رو، در پیدایش انرژی در میتوکندریا نهایت اتف حاصل میشود از اون که نهایت رول مهم اجرا میکند. کلسیم رو به خود میگیرد، در گرده سنگ‌ها پیدا میشود. این رو هم مصلحت میدیم که استعمال موادهایی که یعنی کلی و فسفر دارن در معیار معین باید قبول کنیم. علت‌های گرده خیلی زیاد هستند. چرک میگیرد، پیلونفریت است و حالت‌های ورم میکند، یعنی حالت‌های گلومرولونفریتی است. سنگ‌ها میشوند که سنگ‌های اکسالاتی، فسفاتی، اوراتی میشود. 80% سنگ‌های گرده بیننده گرامی این سنگ‌های یعنی اکسالاتی هستند. تکشین شوی کسلات‌های اوراتی و اکسالاتی فسفاتی پیدایش مکانیزم اساسی پیدایش سنگ‌ها از همین عبارت است. و وقتی که ما میبینیم که بیمار میرود جراحی میکند، سنگی انا همون گردهش چون تخم است، چون چرمغز است، ولی اسرارش همین است که بیننده گرامی گرده های ما شوره های درد حس کننده ندارند. یک سوال هم پیدا می شود که در من سنگ شد، اینقدر کلان شد، چرا من تاثیر درد رو حس نکردم؟ مغز سری مای شما شوره های درد حس کننده ندارد،
جگری ما شورهای درد حس کننده ندارد، شوش ما شورهای درد یعنی عصبهای درد حس کننده ندارد که ما خون توف میکنیم فیبروز کاورین و توبرکولوز، ولی ما درد رو حس نمیکنیم. ببینید خیلی عجیب است. و گرده های ما هم همین ریسپتورهای یعنی عصبهای درد حس کننده ندارند. وقتی که سنگ چرا درد میکند؟ بافته های بالای گرده تاثیر میکند همون علت گرده. الان وقت ما درد رو حس میکنیم. چرا که در علت شوش ویسرال پریترین لیستوک هست، پرده های شوش ورم میکند، ما درد رو حس میکنیم. الان وقت ما درد رو حس میکنیم. وقتی که سنگ میفراید در نیچه شوشدون، الان وقت ما درد رو حس میکنیم. خوب بیننده گرامی، ما در قسمت دومی برنامه‌مون قرار داریم و خیلی که در قسمت اول یادداشت شده بودم که قسمت اول برنامه‌مون آناتومی، فیزیولوژی و مکانیزم پیدایش درد و علت‌های گرده بود که خیلی عضو لازم و نازک هم هست. در قسمت دوم برنامه‌مون یعنی تبابت گلوگیاهی علت‌های گرده رو پیشنهاد شما میکنیم و قبلا شکرگزاری از انامی وطن و دیار بیشت اوسو و زیبا منظرمون میکنیم که در 4 فصل سال گلوگیاه میوجود سبزودهای با ما طبیعت داده است که محض ورم گرده ها رو میگرداند. یعنی تاثیر خوبی ضد ویروسی و ضد باکتریوی دارد. ولی یک سری یادداشت میشم که اگر گرده چرک گرفته باشد یعنی پیل نفریت باشد، حتما داروهای آنتی بیوتیک قبول کردن لازم است. من حق ندارم چون طبیب گویم که تمام دردهای گرده رو با گل و گیاه شفا میبخشند. نه، چیستیت ها رو خوب ورم های چرک زردوب گرده که میشود حتما قبول آنتی بیوتیک با مصلحت متخصص گرفتن در کار است. ولی قبول گل و گیاه ها یک مواد خوب شفایی یوریرسان میشود برای ما. خوب بیایید در برنامه قسمت دوم برنامه نسبت خاصیت‌های شفابخشی گل و گیاه و میوه‌جات و سبزیجات‌های صحبت میکنیم که واقعا خیلی خیلی تاثیر خوبی مثبت دارد. ما گیاه گازانکا داریم، کراپیوا میگن، سوزانکا میگن. در ترمینولوژی ادبیاتی کراپیوا میگن، سوزانکا. یکم که سرچشمه اساسی آهن بیننده گرامی در رستنی ها همین سوزانکا هست و مقدار زیادی کسلوتای اسکوربین ویتامین C دارد. عجیبش آن است بیننده گرامی که طبیعت دیده و دانسته این مواد یعنی الیمنت آهن رو جو کرده است و کسلوتای اسکوربین ویتامین C دارد که ویتامین C در سینتز آهن موقع نهایت خاصه دارد و این رو پریرودنی دیورتیک میگن متخصصان. یعنی گیاه طبیعی پیشاب حاصل کننده میگن. ما اگر این رو از حساب یک قاشقش در یک استکان آب جوش اومده انداخته نیم ساعت ایستاده، یک استکانی یعنی نیم استکانی یک استکانش در یک شبانه روز استعمال میشود. اگر 2 قرتی 3 قرتی یک استکان رو در یک شبانه روز تمام کنیم بهترین است. پیشاب رو زیاد میکند، نمک ها رو یعنی خوب میکند. ما رهدوک داریم، سپاریش میگن پتیچ گرسه که در 24 کسل بغیر از اونه که دیورتیک هست باز فایده خوب دارد. نمک ها رو تازه میکند، ورم ها رو میگرداند، پیشاب رو زیاد میکند. ورم هایی که از حساب گرده و دیل هستند آنها رو هم یعنی فایده میبخشد. چریده است، اینا خوب علفی سگک میگن، سگک خور میگن، خوری سیدونه میگن که این هم بهترین است و تاثیر خوبی ضد باکتری و ضد ویروسی دارد. ما چایکک داریم. در برنامه‌های قبلی نسبت توبت‌های قند و فشار بلندی صحبت داشتیم و چایکک زویرابوی رو پیشنهاد کردیم که 99 کسل فایده دارد. تاثیر خوبی ضد ویروسی و ضد باکتریوی دارد. ما در پیل نفریت گفتیم که آنتی بیوتیک قبول میکنیم، داروهای آنتی بیوتیک ضد باکتریوی. ما اگر چایکک رو استفاده بریم بهترین است. و بغیر از این خوش پلیوی یعنی چیلبغو میگن که برای علتهای گرده، ورم گرده، سنگ گرده بهترین است که او بغیر از اونه که با گرده تاثیر خوب دارد، فشار رو به تنظیم دارد، باز بروده و معده جگر و تلخه نهایت فایده خوب دارد. توپک جگری کوکروز ریلز میگن که چای کردن نوشیدنش
هم برای جگر، هم برای تلخه، هم برای زردپروین و برای گرده ها موقع مخصوص دارد. یعنی پیشاب رو زیاد میکنند، نمک ها رو میریزند، تاثیر خوبی ضد باکتری هم دارد. و ما زیره داریم که در آش پلاو میاندازیم و زیره چوی اگر ما کنیم و استعمال کنیم نوشیم، برای جگر، برای تلخه را تنک کردن و مخصوصا برای گرده هم فایده خوب دارد. و ریشه ارغای رو ما متخصصان مثلا میتیم، البته با اجازت متخصص، چون که اون فشار رو زود پس میکنه. در حقیقت اگر فشاری که اعصاب گرده ها پوچینگ هیپرتنمی میگن، چون که من در برنامه قبلی در علت های یعنی تبابت گلوگیاهی فشار بلندی صحبت داشتم، ریشه ارغای بهترین است ولی در اندازه معین. و در حقیقت از میوه‌جات و سبزیجات ها استعمال سیب، استعمال بودرینگ، استعمال کپوست کرم نهایت موقع خاصه دارم. اگر ما از این گلوگیاهای وطنی استفاده بریم، در اکثریت درد و علت‌های گرده های ما فایده باشد. ولی بار دیگر یادرس میشیم که نوشیدن آب شیرگرم را هیچگاه فراموش نکنید که خون باید تنک باشد، قبض نباشد، فیلتراسیای گرده باید خوب باشد. خوبی در خاتمه برنامه علامت نشانه های علت گرده را صحبت میکنیم که به قبول یگان لابراتوری علاقه وقتی که انسان با آن حالت گرفتار است، بار دیگر تکرار میکنن که گرده های ما درد نمیکنن، یعنی عصب های درد حس کننده ندارن. به این خاطر ما درد را حس نمیکنیم. یکم نشانه ها دارد، چون قند که 7 نشانه دارد، انا همین علت گرده هم 7 نشانه دارد. وقتی که ما از خواب میخیزیم، سر روی ما ورم میکند، تگ چشم ها خلطه میبندد، ورم های دست و پا میشود. چله که ما داریم سحر میخیزیم، چله علاقه رس شده است، در میماند. بله. و زود پیشاب میرود، چون که تاثیر زیاد است و هیپرریاکتیو فونکسیای مچه‌های پوزر میگن. در اینجا پیشابدان هم یک به احساسات میآید، فشار بلند میشود و بدن میخورد. ببینید چرا بدن میخورد؟ نزد ما بسیار بیماران تشریف میارن میگن که خب بدن میخورد. بدن خوریدن سبب ها بسیارن، کسل قند هست، اشکم سخت شدن هست، الرژی ها هست. یگان چیز در پوست نمیبرد، یگان نشانه نیست، ولی خوریش است. چرا؟ آن همون فیلتراسیای گرده بیننده گرامی که نادرست میشه، فیلترها محکم میشوند. من گفتم تو 40 ساله بالا علاقه این پروسس ها سر میشود و خون قبض میشود و تاکسین ها وقتی که فیلتر نمیکنند انمو غذای خوردگی ما رو، تاکسین زهر در خون میرود و انمون تاکسین ها البته با جگر میرود و بدن میخورد. یکی از سبب هایش. و همین علامت نشانه هایی هستند که ما البته حس میکنیم و حتما باید که با تشخیص لابراتوری رویم که متخصص اساسی علت های گرده نفرولوگ ها هستند. بیننده گرامی یادرس میشم که در برنامه امروزه نسبت طبابت گلوگیاهی علت های گرده از نظر علمی و از دیدگاه متخصص صحبت داشتیم و تنجی و تنصیحاتی خانوادگی شما باشد. عزیزان دل، تمنای همیشگی ما طیبان است. سلامت باشید.